در جستجوی زمان از دست رفته. اثر مارسل پروست. کتاب اول، طرف خانه سوان. بخش نخست، کومبره. قسمت 10. عمه آهی میکشید و میگفت خدا کنه هر چی زودتر وقت اولالی بشه. فقط اونه که واقعا میتونه اینو به من بگه. اولالی دختر لنگ، ناشنوا و پر جنب و جوش بود که پس از مرگ مادام دولابرتونری که از بچگی پیش او خدمتکاری میکرد کنار گرفته بود و در اتاقی در کلیسا می نشست که مدام از آن بیرون می آمد تا چه در ساعتهای مراسم نیایش چه در غیر از آن دعایی در کلیسا بخواند یا به تئودور کمکی بکند. بقیه وقتش را به دیدن بیمارانی چون عمه لئونی می رفت و آنچه را در جریان نیایش صبح یا عصر رخ داده بود بازگو می کرد. بعدش نمی آمد که برای افزودن خرده پولی به ماهیانه اندکی که اربابان سابقش به او می پرداختند گهگاه دستی به رختهای کشیش یا برخی دیگر از شخصیت‌های برجسته روحانی کومبره بزند. روی شنل کتانی سیاهش سربندی سفید و کم و بیش شبیه راهبه ها می پوشید و بخشی از گونه ها و بینی خمیده‌اش بر اثر یک بیماری پوستی به رنگ صورتی تند گل حنا بود. دیدار او بسیار مایه خوشحالی عمه لئونی میشد که غیر از آقای کشیش کس دیگری به دیدنش نمی رفت. عمه رفته رفته همه کسان دیگری را که به دیدنش می آمدند از خود رانده بود، چون به نظرش همهشان جزو یکی از دو دسته آدم‌هایی بودند که از ایشان نفرت داشت. دسته اول که از همه بدتر بودند و زودتر از همه خود را از دستشان خلاص کرده بود، کسانی بودند که به او توصیه می‌کردند به خودش گوش ندهد و این نظریه خرابکارانه را هرچند فقط به نفی و به صورت برخی سکوت‌های مخالفت آمیز یا لبخندهای شکالود پیش می‌کشیدند که قدم زدنی در آفتاب و خوردن یک بیفتک حسابی و کم پخته بیشتر از رخت خواب و همه دواهایش حال او را خوب می‌کند. بیفتک، در حالی که حتی 2 جرعه آب معدنی کوفتی هم 14 ساعت روی دلش می‌ماند. دسته دوم کسانی بودند که گویا فکر می‌کردند بیماری او وخیم‌تر از آنی است که خودش می‌پندارد و همانقدر وخیم که خودش می‌گوید. به این ترتیب کسانی که او پس از کمی دودلی و به پادرمیانی خیرخواهانه فرانسواز اجازه می‌داد به دیدنش بروند و در جریان دیدار نشان می‌دادند که هیچ لایق لطفی که به آنان می‌شد نبودند، چون دلی به دریا می‌زدند و خجولانه مثلا می‌گفتند فکر نمی کنید اگه در هوای آفتابی یه قدمی بزنید، یا برعکس در پاسخ او که می گفت حالم خیلی خیلی بده، دیگه رفتنی هم دوستای عزیز. می گفتن آره سلامتی که نباشه، اما نه حالا همینطور میمونین. هر دوی این گروه دیگر شکی نداشتن که نمیشد به دیدن او بروند. حالت وحشت زده عمه هنگامی که از روی تختش کسی را در کوچه سنت اسپری میدید که به نظر میرسید به خانه او میآید، یا هنگامی که صدای زنگ در را میشنید مایه خنده فرانسواز میشد. اما آنچه بیشتر از این و همانند یک شوخی بامزه او را به خنده میانداخت، شگردهای همیشه موفقیت آمیزی بود که عمه برای دست به سر کردنشان به کار میبرد و قیافه سرخورده‌ای که مهمانان ناکام در بازگشت به خود میگرفتند و در ته دل خانمش را ستایش میکرد و او را از همه آن آدمها برتر میدانست، چون از پذیرفتنشان سر باز میزد. خلاصه اینکه عمه توقع داشت که هم پرهیزانه اش را تایید کنند، هم به خاطر رنجی که میکشد برایش دل بسوزانند و هم درباره آینده دلداریش بدهند. این کاری بود که اولالی عالی میکرد. اگر عمه دقیقه 20 بار میگفت کارم تموم اولالی، او هم 20 بار جواب میداد مادام اکتاب، اونطور که شما خودتون مرض خودتون رو میشناسین به 100 سالگی هم میرسین. مادام سازرنم دیروز همینو میگفت. یکی از راسخترین اعتقادات اولالی که بیشمار شواهد تجربه شده مخالف آن نتوانسته بود خللی در آن وارد کند این بود که خانم سازرا خانم سازر نامیده میشد. عمه که دوست‌تر داشت برای عمرش محدوده مشخصی در نظر گرفته نشود، میگفت من که نخواستم 100 سال زنده بمونم و از آنجا که اولالی بهتر از هر کسی عمه‌ام را سرگرم می‌کرد، بی آنکه خسته‌اش کند، دیدارهایش که اگر مانعی ناخواسته پیش نمی آمد برای عمه فرصت خوشی بود که انتظارش در آن روز اول او را دستخوش حالتی خوشایند می کرد.
اما خیلی زود با کوچکترین تأخیر اولالی همانند گرسنگی بیش از اندازه دردناک میشد. لذت انتظار اولالی اگر بیش از حد به درازا میکشید شکنجه میشد. عمه پیاپی ساعت را نگاه میکرد، خمیازه میکشید، دلش ضعف میرفت. اگر اولالی در آخرهای روز و هنگامی که او دیگر انتظارش را نداشت میآمد، صدای زنگش حال عمه را بد میکرد. به راستی یک شنبه ها همه فکرش در پی این دیدار بود و هنوز نهار به پایان نرسیده فرانسواز شتاب میکرد تا ما نهارخوری را ترک کنیم و او بتواند به سراغ عمه برود و سرش را گرم کند. اما به ویژه از هنگامی که روزهای آفتابی کومبره فرا میرسید تا مدتها پس از آنکه ساعت سرفراز نیمروز فرود آمده از برج ناقوس سنت تیلور و آراسته به نشان نجیبانه 12 گل گذرای دیهیم آهنگینش پیرامون میزها و در کنار نان متبرکی که آن هم خودمانی پس از کلیسا می آمد طنین انداخته بود، ما هنوز کرخ از گرما و به ویژه ناهار در برابر بشقاب‌های 1001 شبیه ما نشسته می‌ماندیم. زیرا فرانسواز بر زمینه همیشگی تخم مرغ، خوراک گوشت دنده و سیب زمینی، مربا و بیسکویت که دیگر حتی از پیش به ما نمی‌گفت، چیزهای دیگری را هم به تناسب دستاوردهای کشزارها و جالیزها، محصول مردابها، افت و خیزهای بازار، کرم همسایگان و ابتکار خودش می‌افزود که بر اثر برنامه غذایی ما هم مانند شکل‌های تزئینی چهارگوشی که در سده 13 بر سر کلیساها می‌کندند تا اندازه‌ای از گردش فصل‌ها و دوره‌های زندگی خبر می‌داد، چیزهایی چون یک سفره ماهی چون فروشنده تازگیش را تضمین کرده بود، یک بوقلمون چون در بازار روسنپیلوپن یک دانه خیلی خوبش را دیده بود، کنگر با چاشنی مغز قلم چون تا آن زمان به آن شیوه برای ما نپخته بود، یک ژیگو چون هوای باز اشتها می آورد و تا ساعت 7 هضم می شد، اسفناج برای تنوع، زردآلو چون هنوز نوبرانه بود، انگور فرنگی چون تا 2 هفته دیگر تمام می شد، تمشک‌هایی که آقای سوان برایمان آورده بود، گیلاس‌هایی که درخت باغچه بعد از 2 سال دوباره داده بود، پنیر و خامه که من زمانی خیلی دوست داشتم، یک کیک بادامی چون شب پیش سفارشش را داده بود و یک نان شیرینی چون نوبت ما بود که برای بقیه بخریم. پس از همه اینها یک کرم شکلات هم می‌خوردیم که فرانسواز به ابتکار و به دلخواه خودش برای ما و به ویژه به افتخار پدرم که آن را خیلی دوست داشت تهیه کرده بود و همه سبکی و گذرایی اثری شتاب زده را داشت که در آن همه استعدادش را به کار گرفته باشد. اگر کسی با گفتن اینکه دیگر نمی‌خوام، سیر شدم، از خوردن آن سرباز می‌زد، در جا از زمره آدم‌های نفهمی میشد که در اثری که هنرمندی به آنان پیشکش کرده است زن و ماده را می‌بینند، حالان که همه آنچه در آن مهم است نیت هنرمند و امضای اوست. حتی نخوردن و باقی گذاشتن یک ته قاشق از آن در بشقاب به همان اندازه بی‌ادبی بود که آدم پیش از پایان گرفتن یک قطعه موسیقی پیش چشم سازنده‌اش از جا بلند شود و برود. سرانجام مادرم به من میگفت خب همینطور اینجا نشین، اگه بیرون خیلی گرمه برو اتاقت، اما اول برو کمی هوا بخور که فوراً بعد از غذا کتاب نخونی. میرفتم و کنار تلمبه و لاوکش که اغلب مانند یک حوضچه آب متبرک گوتیک به پیکره مارمولکی آراسته بود که تن برجسته جنبانش دوکی شکل و تمثیلی از زمینه سنگ ساییده بیرون میزد، روی نیمکت بی پشتی زیر سایه یک گل یاسمن در گوشه ای از باغچه می نشستم که با یک در فرعی به کوچه سند اسپری باز می شد و از خاک ناهموارش اتاق پشت آشپزخانه با 2 پله در بیرون از خانه و به صورت ساختمانی مستقل افراشته بود. سنگفرش سرخ و براقش که به سنگ سماک می مانست به چشم می آمد. بیشتر از آن که مغاک فرانسواز باشد به یک پرستشگاه کوچک ونوس شباهت داشت. آکنده از پیشکشی‌های خامه فروش، باغبان و فروشنده تره‌بار که برخیشان از آبادی‌های دوردست می‌آمدند تا نوبرانه زمینشان را نثار آن کنند و نوک بامش را همیشه بغبغوی کبوتری می‌آراست. پیشترها در بیشه مقدسی که آن را در بر می‌گرفت چندان نمی‌ماندم، چون پیش از رفتن و کتاب خواندن به اتاقی در طبقه اول می‌رفتم که آرامشگاه عمو آدولف برادر پدر بزرگم بود که در گذشته‌ها منصب نظامی داشت و با درجه سرگردی بازنشسته شده بود و حتی هنگامی که از پنجره‌های بازش گرما تو می‌آمد یا گاهی هم پرتو آفتاب که به ندرت تا به آنجا می‌رسید،
همواره آکنده از آن بوی گنگ و خنکی بود که هم از جنگل و هم از رژیم پیش از انقلاب نشان دارد و هنگام پا گذاشتن به برخی شکارگاه‌های متروک بینی آدم را تا زمان درازی در خیال فرو می‌کند. اما سالها میشد که دیگر به اتاق عمو آدولف نمی رفتم، چون بر اثر کدورتی که میان او و خانواده‌ام برپا شده بود به کومبره نمی آمد. شرح آن ماجرا که تقصیر من بود این است: در پاریس ماهی 1-2 بار مرا به دیدن او میفرستادند و این هنگامی بود که او در یک فرنچ ساده داشت ناهارش را به پایان میرساند که خدمتکارش با پیرهنکار کتان راه بنفش و سفید برایش میآورد. قلولند و شکوه میکرد که مدتها بود به دیدنش نرفته بودم و همه ولش کرده بودند. نارنگی یا باقلوای تعارفم میکرد. از اتاق بزرگی میگذشتیم که هیچگاه در خود آن نمیماندیم. هیچگاه در آن آتش روشن نمیکردند. دیوارهایش گچبری‌های طلایی داشت و سقفش به رنگ آبی مثلا شبیه آسمان بود و مبل‌های تشک دوزی شده با روکش ساتن شبیه مبل‌های خانه مادر بزرگم، اما به رنگ زرد در آن دیده می‌شد. به اتاقی می‌رفتیم که او آن را اتاق کارش می‌نامید و روی دیوارهایش از آن گراورهای آویخته بود که بر زمینه‌ای سیاه الهه‌ای گوشتالو و سرخ و سفید را نشان می‌دهند که گردونه‌ای را می‌راند یا روی کره‌ای سوار است یا ستاره‌ای به پیشانی دارد. از آنها که در دوره امپراتوری دوم بسیار باب بودند، چون پنداشته میشد حالتی پومپئی دارند. سپس همه از آنها بدشان میآمد و امروز دوباره طرفدار پیدا میکنند که دلیل آن علیرغم همه آنچه وانمود میشود تنها و تنها همان است که حال و هوای امپراتوری دوم را دارند. و من با عمو میماندم تا اینکه نوکرش میآمد و از قول مهتر میپرسید که کالسکه برای چه ساعتی باید آماده باشد. آنگاه بود که عمو عمیقاً به فکر فرو میرفت، به حالتی که نوکر شگفت زده هراسان میشد که مبادا به کوچکترین جنبشی فکرش را پریشان کند و کنجکاوانه منتظر نتیجه آن میماند که همیشه یکی بود و سرانجام پس از درنگی غایی عمو با لحنی تزلزل ناپذیر این کلمات را به زبان می آورد: 2 که نوکر با حیرت اما بیچون و چرا تکرار می کرد: 2 چشم بهش میگم. در آن زمان به تئاتر عشق می‌ورزیدم، عشقی افلاطونی، چون پدر و مادرم هنوز اجازه نداده بودند به تئاتر بروم و لذت‌های آن را چنان نادرست پیش خودم مجسم می‌کردم که کم و بیش می‌پنداشتم در آنجا هر تماشاگر با دوربینی همانند شهر فرنگ دکوری را تماشا می‌کند که فقط برای او و البته شبیه صدها دکور دیگری است که بقیه تماشاگران تک تک می‌بینند. هر روز صبح به 2 خودم را به ستون موریس می‌رساندم تا ببینم از چه نمایش‌هایی خبر می‌دهد. هیچ چیز بی آلایش‌تر و خوشتر از رؤیاهایی نبود که یک نمایش‌های آگهی شده در تخیل من برمی‌انگیختند. نمایش‌هایی که هم تصویرهای جدایی ناپذیر از واژه‌های عنوان‌هایشان به آنها شکل می‌داد و هم رنگ آگهیشان که هنوز از چسب نمناک و باد کرده بود. از آثار غریبی چون وصیت سزار ژیرودو و اودیپ شاه که بگذریم که عنوانهایش نه بر زمینه سبز رنگ اپرا کومیک بلکه بر زمینه ارغوانی کمدی فرانسز نوشته میشد. هیچ چیز در چشم من به اندازه ساتن صاف و اسرارآمیز دومینوی سیاه با کاکل سفید و رخشنده الماسهای تاج تفاوت نداشت. و از آنجا که پدر و مادرم به من گفته بودند که برای نخستین باری که به تئاتر میرفتم باید یکی از این 2 نمایش را انتخاب می‌کردم و من از آن 2 فقط عنوانشان را می‌شناختم و می‌کوشیدم 2 عنوان را یکی پس از دیگری کاوش کنم تا به لذتی که در هر کدامشان نهفته بود پی ببرم و با هم مقایسه کنم. با چنان نیرویی موفق می‌شدم یکی از آنها را نمایشی خیره کننده و دست نیافتنی و دیگری را رام و دلنواز مجسم کنم که در گزینش میان آنها همان گونه در می‌ماندم که اگر میبایست برای دسر برنج و کارامل یا کرم شکلات را انتخاب می‌کردم. همه گفتگوهایم با بچه‌های دیگر به بحث درباره بازیگرانی کشیده می‌شد که هنرشان گرچه هنوز برای من ناشناخته، از میان همه شکل‌هایی که هنر به خود می‌گیرد نخستینی بود که در گمان من می‌گنجید. کوچکترین تفاوت میان چگونگی سخن گفتن آنان یا شیوه تکیه گذاشتن در خطابشان در نظر من دارای اهمیتی سنجش ناپذیر بود
و بر پایه آنچه درباره‌شان شنیده بودم آنان را به ترتیب استعداد در سیاهه‌هایی دسته‌بندی می‌کردم که در همه روز پیش خودم می‌خواندم و رفته رفته در ذهنم سخت شده بودند و با بی‌حرکتی‌شان آن را می‌آزردند. بعدها که به دبیرستان رفتم، هر بار که در پشت سردبیر با دوست تازه‌ای نامه‌نگاری می‌کردم، نخستین پرسشم همیشه این بود که آیا به تئاتر رفته بود و آیا او هم عقیده داشت که بزرگترین بازیگران تئاتر به ترتیب گوت، دلونه و دیگرانند یا نه. و اگر او میگفت که به عقیده‌اش فور بعد از تیرون است و کوکلن بالاتر از دلونه قرار میگیرد، تحرک ناگهانی کوکلن که سکون سنگوارش را کنار میگذاشت تا در ذهن من به جایگاه دوم برود و پویندگی و چابکی معجزه مانندی که دلونه از خود نشان میداد تا به جایگاه چهارم عقب بنشیند، ذهن نرمی یافته و بارور شده مرا دستخوش حس شکوفایی و زندگی میکرد. اما اگر بازیگران مرد اینگونه مرا به خود مشغول می داشتند و دیدن موبان در بعد از ظهری که از تئاتر فرانسه بیرون می آمد مرا دچار هیجان و رنج عاشقانه کرد، چقدر نام ستاره‌ای که بر سردر یک تماشاخانه می درخشید، یا دیدن چهره زنی در پشت شیشه کالسکه‌ای که با اسبان گل سرخ به پیشانی از خیابان می گذشت و به نظرم می رسید شاید هنرپیشه‌ای باشد، مرا دستخوش بیتابی طولانی تری می کرد و به کوششی بی‌ثمر و دردناک برای مجسم کردن زندگیش وامی داشت. سرشناسترین این ستارگان را به ترتیب استعدادشان چنین دسته‌بندی می کردم: سارا برنار، لابرما، بارته، مادلند بروآن و ژان ساماری. اما همه‌شان برایم جالب بودند. عمو خیلی از زنان هنرپیشه را می شناخت و همچنین خانم‌هایی را که من نمی توانستم خوب از هنرپیشه ها باز بشناسم. به خانه‌اش دعوتشان می کرد و اگر ما فقط در روزهای مشخصی به دیدنش می رفتیم برای این بود که در روزهای دیگر زنانی پیشش بودند که خانواده‌اش نمی بایست آنان را می دید یا دست کم خانواده چنین می پنداشت، چون خود عمو برعکس بیش از اندازه بیخیالانه بیوه زنان زیبایی را که شاید به عمرشان عروسی نکرده بودند و کنتس‌های با نام پرطمطراق را که بدون شک نام رزمشان بود مؤدبانه به مادر بزرگم معرفی می‌کرد و حتی از جواهرات خانوادگی هم به آنان هدیه می‌داد که همین چند بار میانه او را با پدر بزرگم به هم زده بود. اغلب وقتی در بحثی نام هنرپیشه‌ای به میان می‌آمد میشنیدم که پدرم با لبخندی به مادرم میگفت یکی از دوستای عموت، و فکر میکردم که عمو میتوانست در همان خانه خودش با آشنا کردنم با هنرپیشه‌ای که دوست صمیمی او اما برای بسیاری کسان دیگر دست نیافتنی بود، پسرکی چون من را که از دوره کارآموزی که خیلی مردان مهم شاید سالها بیهوده بر در خانه زنی میگذراندند که پاسخ نامه‌هایشان را نمیداد و به دست دربان میتاراندشان، معاف کند. از این رو به این بهانه که ساعت درسی جابجا شده و به چنان وقت بدی افتاده بود که چندین بار نگذاشت به دیدن عمو بروم و باز هم نمیگذاشت، در روزی بیرون از روزهایی که به دیدنش میرفتیم با بهره‌گیری از اینکه پدر و مادرم ناهار را زود خورده بودند از خانه بیرون رفتم و به جای تماشای ستون آگهی ها که اجازه داشتم تا پای آن تنها بروم، به دو خودم را به خانه او رساندم. در کنار درش چشمم به کالسکه‌ای با 2 اسب افتاد که در چشمبندهایشان میخک به همان گونه که به یقه کت راننده فرو شده بود. در راه پله صدا و خنده زنی به گوشم رسید و همین که زنگ زدم سکوت شد و سپس صدای بسته شدن درهایی را شنیدم. نوکر آمد و در را باز کرد و با دیدن من دست پاچه شد. گفت که عمو خیلی کار دارد و بدون شک نمیتواند مرا بپذیرد. با این همه رفت که به او خبر بدهد و همچنان که میرفت همان صدایی که شنیده بودم گفت چرا؟ بذار بیاد تو، فقط 1 دقیقه، خیلی خوشم میاد. تو اون عکس روی میز خیلی شبیه مادرشه، همون برادرزادت که عکسش کنار عکس خودته دیگه. دلم میخواد این بچه رو یه لحظه هم که شده ببینم. شنیدم که عمو غرولندی کرد، خشمگین شد و سرانجام نوکر آمد و مرا تو برد. روی میز همچون همیشه یک بشقاب باقلوا بود. عمو همچنان فرنچ هر روزه اش را به تن داشت،
اما روبروی او زن جوانی با پیرهن ابریشم صورتی و گردنبند بزرگی از مروارید نشسته بود و نارنگی را تمام می‌کرد. از این دودلی که باید او را مادام یا مادمازل خواند سرخ شدم و از ترس اینکه مبادا لازم شود با او حرف بزنم از او رو برگرداندم و رفتم و عمو را بوسیدم. زن با لبخندی مرا نگاه کرد. عمو به او گفت نوه برادرم، بی آنکه نه نام مرا به او نه نام او را به من بگوید. بدون شک به این دلیل که پس از درگیری هایی که با پدر بزرگم پیدا کرده بود می‌کوشید تا آنجا که میشد از برقراری هر گونه رابطه‌ای میان خانواده و آن گونه آشنایانش پرهیز کند. زن گفت چقدر به مادرش رفته؟ عمو پرخاشگرانه گفت اما شما که برادرزاده‌مو فقط تو عکس دیدین. میبخشید دوست عزیز، پارسال اون وقت که خیلی مریض بودی اونو تو راه پله دیدم. البته فقط یه لحظه چشمم بهش افتاد و راه پله‌تونم تاریکه، اما همون یه لحظه بس بود که ببینم چقدر زیباست. این آقا پسر همون چشمای قشنگ و اینجای اونو داره. با گفتن اینجا انگشتش رو روی خطی در پایین پیشانیش کشید. خانم برادرزادتونم همون اسمو داره دوست من؟ عمو که نه معرفی حضوری را خوش داشت و نه غیابیش را، تا نام مادرم را بگوید با غرولندی گفت بیشتر به پدرش رفته، درست شبیه پدرش و همینطور مادر مرحومم. خانم صورتی پوش کمی سر خم کرد و گفت پدرش رو نمیشناسم، مادر مرحومتونم که هیچ وقت ندیدم. دوست من اگه یادتون باشه تازه او رو از دست داده بودین که با هم آشنا شدیم. کمی دلسرد بودم چون آن زن هیچ فرقی با دیگر زنان زیبایی که گاهی در خانواده دیده بودم، به ویژه دختر یکی از خویشاوندانی که هر سال اول ژانویه به خانه‌اش میرفتم نداشت. دوست عمویم که فقط خوش لباستر از او بود، همان نگاه سرزنده و مهربان، همان حالت بی‌پروا و دلجویانه را داشت. از آن حالت نمایشی که در عکس‌های زنان هنرپیشه می‌دیدم و دوست داشتم و یا ظاهر شیطانی که باید با شیوه زندگی او ربط می‌داشت، در او هیچ اثری نبود. به دشواری باورم می‌شد که یک خانم ددری باشد و به ویژه باورم نمی‌شد که خانم شیکی باشد اگر کالسکه 2 اسبه، پیرهن صورتی و گردنبند مرواریدش را ندیده بودم. من نمی‌دانستم که عمو فقط با بالا دست‌ترینشان رفت و آمد دارد. اما از خودم میپرسیدم میلیونری که به او کالسکه و خانه و جواهرات میداد از اینکه داراییش را به خاطر زنی چنان ساده و معمولی به باد دهد چه لذتی میبرد. با این همه شاید آن ظاهر ساده فکر گناه‌آلودگی زندگیش را برایم آزارنده تر میکرد تا زمانی که ظاهرش هم آن را به شکل ویژه‌ای مینمایانید، چون از آن هیچ چیز به چشم نمیآمد، چون رازی نهفته در یک رمان، در رسوایی که دختری چون او را واداشته بود از خانه پدر و مادری بورژوا بیرون بیاید و نصیب همه بشود، زیباییش را چنان شکوفا کرده و او را تا جایگاه زنان همه جا رو به شهرت رسانده بود. دختری که بر و رو و لحن و صدایش به خیلی کسان دیگری میمانست که میشناختم و خواسته نخواسته مرا وامی داشت او را دختری از یک خانواده خوب بدانم که دیگر هیچ خانواده ای نداشت.